کند همجنس با همجنس پرواز. آخوند محمد جمعه میگوید بیشتر پیروان مهدی موهوم از نصارا می باشند. خلي يطالعون يقرون. ولكن في الرواية أن أكثر أتباع الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه من النصارى. خلي يطالعون يقرون. ولكن في الرواية أن أكثر أتباع الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه من النصارى. كيف؟ الإمام سلام الله عليه يصل جيشه إلى وين؟ إلى الروم. میگویند هر چیز به اصل خود باز میگردد. شیعه میگوید مادر امام زمان موهوم دختر ملکه یشوعا فرزند قیصر پادشاه روم است. بنابراین بسیاری از عقاید موجود در تشیع از مسیحیت گرفته شده است که در دوره حکومت گمراه و ظالم صفوی به طور علنی جامه عمل پوشید. به عنوان مثال مراسم تعزیه و نمایش نوحه‌خوانی به خاطر یادبود حادثه کربلا که در کوچه و بازار برپا می شود برگرفته از مسیحیت است و در دوران حکومت صفویه رنگ و رونق ویژه به آن داده شده است، چرا که مسیحیان نیز در آن زمان مراسم به صلیب کشیدن حضرت عیسی علیه السلام را به نمایش می‌گذاشتند. حال جالب این است که دیگر در اروپا و مسیحیت خبری از این مراسم نیست، ولی شیعیان هنوز دست بردار نیستند. به این کلیپ توجه کنید. و سبب ایجاد دولت صفویه نیز روشن است، زیرا همان مسیحیان حکومت صفوی را روی کار آوردند، چون که در آن زمان امپراتوری عثمانی سنی نزدیک بود تمامی اروپا را تسخیر نمایند. بزرگان مسیحیت در آنجا به فکر چاره‌ای افتادند و نقشه ایشان این بود که دولتی را در پشت سر دولت عثمانی تشکیل دهند تا آنان را از پشت سر مشغول ساخته و ضربه وارد کنند و مسلماً باید دولتی باشد که مثل جماعت مسلمانان نباشد تا امکان وحدت و اتحاد در میانشان وجود نداشته باشد. و چه کسی بهتر از شیعه که دشمنی، کینه و حسادتشان با مسلمانان هویداست. با روی کار آمدن دولت صفویه در ایران، اکثر مردم ایران که اهل سنت بودند با زور شمشیر مجبور به تغییر دادن عقایدشان شدند و صفویها جنگهای خود را علیه دولت عثمانی آغاز کردند و آنها را از جبهه شرقی مورد حمله قرار دادند و عثمانی ها نیز
برای مقابله با آنها از اروپا به سمت ایران برگشتند تا با دشمن جدید خود مقابله کنند و بدین ترتیب مسیحیت در اروپا از حملات عثمانی ها نجات یافت و نفسی آرام کشید. عقایدی چون قلوب در مورد ائمه و دادن اسمت و صفات خالق به آنها هم از مسیحیت گرفته شده است، زیرا مسیحیان نیز در مورد عیسی علیه السلام قلوب می کنند، گاهی او را پسر الله و گاهی خود او را الله معرفی می کنند. مسیحیان عیسی علیه السلام و مادرش را ملکوتی می دانند. شیعیان نیز علی، فاطمه، حسین و بقیه امامان رضی الله عنهم را ملکوتی دانسته و نامهای آنان ورد زبانشان است. پس وقتی مادر امام زمان از روم و مراسم دینی شیعه و مسیحیت با هم متفق باشد، باید هم سربازان و لشکر غایب همیشه غایب از مسیحیان باشند.